السلام علیکم دوستان عزیز. خداوند شما و نزدیکان شما را در پناهش نگه می‌دارد. اگر که شما آماده باشید ما قصه نوبتی خود را شروع کردیم. همه ما شاد و خرسند و انتظار آمدن یک مهمان بودیم که بر عائله‌مان ناگهان غم و اندوه فرا رسید. اپا هم برای تولد کردن فرزندش شاد و خرسند بود، اما هنگامی به دنیا آوردن خودش این دنیای فانی را پدرون گفت، یعنی که وفات کرد. جداگی این ناانتظار ما را به لرزه در آورد. همین طور جنازه و مراسم ها گذشت، اما یزنه هم به پسر تولد شده اش نگاه نمی کرد، گویا که به مرگ همسرش همین طفلک سبب شده باشد. آخر همسر این باشد، اما مادر این طفلکی بیچاره و بیگناه است. این طفلک چه گناه دارد گفته سخن را آغاز کرد. مادرم، آخر هر چیزی که وقت و ساعتش رسید باید انجام یابد. ما انسان ها نیز از جمله اینان هستیم، یعنی هر یک نفس چشنده ای مرگ است. آخر عاقبت مادرم یادگار را به خانه امان آورد. خاطره از دخترم مانده هست. این یادگار گفته گریه کرد و نامش را نیز یادگار گذاشته بود. شب و روز یادگار گریه میکرد و مادر بیچاره هم نیز دشوار بود. روز از روزها به حال مادرم دلم سوخت و به نزد مادرم به خانه اش رفتم. بینم که چشمانش از بیخوابی افگار بود. گفتم مادر جان، کم استراحت کنید وگرنه خود را خراب میکنید. خواب کنید مادر، گفتم. مادرم گفت نمیدانم، فکر میکنم این طفلک نیست از مادر جدا شدنش را فهمیده است و برای همین شب و روز گریه میکند. گفته اشک چشمانش را پاک کرد. مادرم به طفلک نگاه کرد و آهسته خواب کرد. یادگار همین وقت خب کرده ماند. از جام خسته به جایگاهی که او خواب بود نزدیک شدم. در همین حالت سویتا مردند. برای روشن کردن خانه شمع گریان کردم. ناگهان یک هوای سرد شد، یک شمال سخت شد و درها همه باز و شمع نیز مرد. باز شمع را گریان کردم که ناگهان یک شرپه را دیدم، مانند فرشته بود یا اینکه ارواح، نمیدانم. از ترس زیاد خود را به کنج دیوار پرتافتم، به کنج خانه، و این شرپه که از بیرون به داخل در آمد آهسته قدم میگذاشت و به نزد همان طفلکی که خواب بود رفت. و در همین حالت پس از چند لحظه برآمد و رفت. وقتی رفته به نزد یادگار بینم یادگار الکی خواب کرده است و من شب تا صبح خواب نکردم از ترس زیاد. اما هر وقتی که از خواب بیدار شده بینم که یادگار خواب است. مادرم نیز این حال را دید. گفت چرا این کودک اینقدر خواب میکرد؟ بسیار گریه میکرد، اکنون خواب است. من ذوق به حادثه شب شدم، ذوق کردم و انتظار همان شب شدم. شب شد. مادرم گفت طاهر جان، تو الکی افکار شده ای، رفته استراحت کن. و مادرم گفتم مادر، شما نیز امروز استراحت کنید، من یادگار را نگاه بین میکنم. بیایید نوبت، امروز من، فردا شما. مادرم راضی شد و برای استراحت کردن به خانه خودش رفت. شب شد. من باز انتظار همان شرپه که دیشب آمده بود شدم. لحظه فرا رسید. باز همان شرپه را در نزد گهواره یادگار دیدم. یادگار تبسم میکرد، بازی میکرد و خوابش بود. این واقعیت 2 روز تکرار شد. روز سوم نیامد. شب شد. انتظار همان شرپه شدم، اما هیچ کسی و هیچ چیزی نبود. همان شب نیز یادگار تا صبح گریه کرد.
روزی چهارمین بود که باز همان شرپه را دیدم. یادگار خوابانید و آهسته می برآمد. ما که در دیوم آشنا بودیم. وقتی این شرپه به پایان می رفت از پسش نیز آمدم. از پسش آمدم. ناگهان این شرپه‌ای که من از پس او آمده ایستاده بودم و من نگاه کرد. با چشم سر بینم که این راهی اپه‌ام بوده است و بر من اشاره خب کن، بر هیچ کس چیزی نگوی. و سالها گذشت. یادگار نیز صاحب عائله، فرزند، هم اکنون او نیز زندگی خود را پیش برده ایستاده است. گفته می نویسد مؤلف.